سلسله پهلوی سر سلسله پهلوی جدا بوده، تاج به سرش میخندیده، فکر نمیکرده پادشاه بشه. سلسله پهلوی رو پادشاهی رسونده. تصوف داستانش رو توی ریسارتا توضیح دادیم، تو برنامه شب بخیران توضیح دادیم. شورتی که خاندان پهلوی دارن میپوشن تنشون، غذایی که لقمه‌ای که دارن میخورن این بی‌ناموسا از تصوف گرفتن. سلسله قاجاریه آقا محمد خان قاجار و صوفی مشتاق علی شاه کرمانی رو که کشتن یک صوفی پادشاهی رسون. 3 تا از پادشاهان شما آقای ابن قاجاریه ریستارتی بودن، مثل بز میشست. محمد شاه قاجار رو با توپونی پرت میکنه تو مجلسش بیرون. کوروشی که نمیتونه شلوارش بکشه بالا، دانیال نبی بلند میشینه میکنش پادشاه، میشه پادشاهی که تمام عالم ازش حرف میزنن. کجای تاریخ واسط باز کنم؟ همه خانواده قاجار به این برنامه بدهکارن. شورتی که میپوشی میره تو مایه اونجا، غذایی که میخوری آقای قاجاریه از صدقه سری تصوفی که اون بزغاله رو شاه کرد. الان هم تصوف داره بهت میگه میخوان خانواده‌تون بده رو هوا. سرزمین کوروش رو به کوروش برش گردونید. برو بیرون، هی نپیچون، خودتو نپیچون، گوه زیادی این وسط نخور. میزنیم خارمادر رو تو سرویس میکنیم. برنامه راجب بابات که مرد که هی میاد به ما زنگ میزنه آقای حسینی بچه من گاوه، هی مراقبش باش، گاوه. های زنگ میزنه بابات که مرده، زنگ میزنه. خاندان پهلوی گوی نوستن بخوره الان. پول دادن بهت غذا خوردی، بعد دزدیدی، پول دزدیدی، فرار کردی دیگه. به تصوف خیانت کردی، رفتی بغل آخوند خار مادر مملکت رو سرویس کردی، پولاشو خوردی. هم بابا بزرگت که حالا ریاستاری بود سواد بلاش، هم بچهش که اصلا نه سواد اقتصادی داشت، نه سواد سیاسی داشت، نه شعور داشت، نه قیافه پادشاهی داشت. نه شه من همین حرفم میزد در میزد. برو بیرون. برنامه میرم راجع به خمینی، راجع به شاه. برو بیرون، برو بیرون، برو زندگی تو بکن، برو آجی. برنامه میرم من یه آدم بی چیزی هم، خیلی خطرناکم. قاجاریه خانم فلانیه فلان که الان خود اپوزیسیون زدی، مجاهدیم ما. برو بیرون، میزنم خارمادتون یکی میکنم، اسرارتون میکشم بیرون، میریزم بیرون تو دایره. ریستارت اومده که مردم یاد بگیرن روبروی سیاسیون بی‌ناموس دیگه قنبل نکنن. ما اصلا کارمون اینه. این آخرین اولتیماتوم بود. تو ریستارت هم دیدم که مردم نگین که این تو ریستارت نگفته. در طول تاریخ هر کسی شاه شده بیاین داستانش واسه بگم، اصلا کجا شاه شده، از کجا رفته، از کجا پول خورده. 500 سال قاجاریه صدقه‌سری تصوف غذا خوردن و صرفشون ریستارتی بودن. اصلا رسما منتظر اسکندر دوم بیاد یمانی دست در دست شعیب بزنه، مملکت بده رو هوا، دونه دونه پیدا کنه، آویزیتون کنه. من به خدا با هیچ اپوزیسیونی ما مشکل نداریم. به خدا ما قراره مملکت رو عوض کنیم، امپراتوری کوروش کنیم، کشور تحویل بنده بدید، تموم میشه داستان. کار خاصی نیست، ما فشاری نریم، نمیخوام خالبادر کسی بدیم رو هوا. شما اسمتون تخت سیاسی ریاست هی می‌نویسین، هی ما پاک می‌کنیم دوباره می‌نویسین، هی پاک می‌کنیم هی دوباره می‌نویسین. اون 2500 نفر قراره تحویل قاضی مستقل بدیم. اسرارتون میریزم بیرون. میگم کجا پول خوردی، چی جوری شاه شدی، سیستمتون چی جوری شده، از فردا پشت پردهتون چی شده. برنامه قبل رو جدی بگیرید. با این برنامه رو خیلی مراقب باشید، وگرنه راجع به فرماسیونرها، راجع به فرقت، راجع به تفکرات